اهمیت سرزمین قدس یا اورشلیم از دیدگاه یهودیت، مسیحیت و اسلام در 60 ثانیه. از نظر یهودیان هیکل سلیمان اولین بنای مذهبی اونها بوده که به دست حضرت داوود شروع شده و حضرت سلیمان اونو به اتمام رسونده. هیکل داوود همون قصر معروف حضرت سلیمان بوده. حالا یهودی‌ها چی میگن؟ اونا میگن اولین لوح سنگی و اولین نسخه تورات دست‌نویس شخص حضرت موسی اونجا دفن شده، هیکل سلیمان روی اون بنا شده. از نظر مسیحیان مقدس‌ترین کلیسای مسیحیان یا همون مزار مقدس هست که اونها میگن حضرت عیسی اینجا به صلیب کشیده شده و از اونجا به آسمون عروج پیدا کرده. و از نظر اسلام قبله اول مسلمان ها سرزمین قدس هست و نقطه معراج پیغمبر هم از همین سرزمین بوده و مسجد الاقصی سومین مکان مقدس در اسلام هستش. حضرت محمد 23، حضرت عیسی 10 و حضرت موسی 5 پشت به عقب برگردیم و حضرت ابراهیم میرسیم. با من همراه باشید.